خواهش میکنم. من اولا تشکر کنم از جمع وایس و سرکار خانم مصطفی و دیگر دوستان و امیدوارم که سرکار خانم دکتر گیفتاش هم به زودی بهبودی خودشون حاصل کنم. من صحبت خیلی خوبی و امیدوار کننده ای شنیدم از تولید محتوا، از سازماندهی، از کار برای استقرار دموکراسی و نکته‌ای هم شنیدم از تحول فکری و تحول فکری رو ما باید نشانه پویایی و خروج از جمود بدونیم. بنابراین من تبریک میگم به همه اونایی که این پتانسیل رو دارن، از جمله خانم نرگس محمد. من راجع به جایزه نوبل قرار صحبت کنم و اینکه ویژگی‌هاش چیه. پروفایل منو که زحمت کشیدید خوندید، اون بخش آخرش نشانه لیاقت کانادا، یکی از وظایف ما به عنوان دارندگان این نشان در کشور کانادا این هست که افراد شایسته رو در زمینه‌های مختلف بتونیم شناسایی کنیم و معرفی کنیم به دفتر گاورنر جنرال. به این دلیل با پروسه یک سری از جوایز و فرایند اونا در داخل کانادا و بیرون کانادا مجبور شدیم آشنا بشیم و گذر من به این که جایزه صلح نوبل رو بررسی کردم از این زاویه در واقع شروع میشه. اگر که من فکر میکنم این موضوع چون یک موضوع علمی و آموزشی است، از مطالبش هم از کمیته نوبل و وبسایت هست، بر اساس همون مقاله‌ای که من داشتم پیش برم، بعد به سوالات دوستان اشاره میکنیم. پس من یه مقداری ممکنه بورینگ باشه ولی سعی میکنم با همون پروسه پیش برم. جایزه نوبل و ویژگی‌هاش در واقع مبانی است که ما امروز به دلیل رشد جنبشمون به سمت دموکراسی، به سمت آزادی و برابری زنان و آزادی و دموکراسی داریم باهاش آشنا میشیم و این خودش نشان دهنده اینه که جنبش ما در عصر روشنگری داره به پیش میره. این جایزه که از معتبرترین جوایز جهانی است و در 5 زمینه مختلف اعطا میشه. این جایزه رو آلفرد نوبل که 1833 تا 1896 زندگی میکرد، یک دانشمند نابغه و مخترع سوئدی، در واقع وصیت کرد به خاطر اینکه به صلح علاقه‌مند بود و به خاطر اینکه داینامیت رو کشف کرده بود برای جبران در واقع خساراتی که دینامیت در جنگ‌ها میتونه ایجاد کنه، پیشنهاد کرد که در واقع کمیته‌ای برای اعطای جایزه در 5 زمینه و از جمله در زمینه صلح به وجود بیاد. این بخشی از وصیت‌نامه نوبل بسیار ارزشمنده. من میخونم قسمتی از اون. نوبل میگه که تمام دارایی‌های قابل فروش باقی مانده من به شرح زیر پرداخت شود. وکلای من سرمایه تبدیل شده به اوراق بهادار را برای تشکیل صندوقی استفاده کنند که سود سالانه آن به عنوان جایزه بین افرادی که در سال قبل از آن بیشترین سود را برای بشر به ارمغان آورده‌اند اعطا شد. بنابراین جایزه برای فعالیت‌هایی است که در راستای فعالیت‌های بشردوستانه و تکامل جامعه بشری. بهره را گفته به 5 قسمت تقسیم کنید و یک قسمت به شخصی که مهمترین کشف یا اختراع را در زمینه فیزیک انجام داده، بخش دیگهش به علوم شیمی، بخشی به حوزه فیزیولوژی و پزشکی و یک بخش هم به عرصه ادبیات که برجسته‌ترین اثر ادبی رو در زمینه آرمان‌ها، کسی که در زمینه آرمان‌های انسانی اثری خلق کرده بتونن بهش بدن. اما به کسی که بیشترین و بهترین کار را برای پیشبرد دوستی میان ملت‌ها و ترویج کنگره‌های صلح و فعالیت‌های صلح دوستانه داشته، جایزه صلح رو پیشنهاد می‌کنه و از این مسیر در واقع این جایزه بنیانگذاری میشه. حالا مکانیزم‌هاش که به چه شکل بوده تا به کمیته نوبل میرسه تاریخچه‌شه که امروز بهش نمیپردازیم، ولی میدونیم که امروز در این 5 رشته در واقع جایزه نوبل اهدا میشه و جایزه صلح نوبل هم اون رشته است که به طور معناداری در جهت حفظ صلح و حل اختلافات
بین ملل و افراد در این جهت توضیح میشه. این جایزه جالبه بدونیم از سال 1901 تا کنون داره اهدا میشه و حوزه های جایزه صلح نوبل که دوستان میپرسن که نرگس محمدی در چه زمینه یا خانم شیرین عبادی فعالیت داشتن که این جایزه بهشون تعلق گرفته، در 4 یا 5 زمینه در واقع این جایزه تعلق میگیره، جایزه صلح نوبل. یکی سیاست و دیپلماسی که بسیاری از برندگان جایزه به خاطر تلاش‌ها و نقش آفرینیشون در ارتقاء صلح و حل اختلافات در زمینه سیاسی و دیپلماسی اون جایزه رو گرفتن. یکی دیگه فعالیت‌های حقوق بشری که افراد یا گروه‌هایی که در حفظ و ترویج حقوق بشر و پیشرفت اون نقش داشتن این جایزه رو گرفتن که خانم نرگس محمدی در واقع بخشی از جایزهش به این دلیله. یه بخش دیگه هست حل اختلافات قومی و بین المللی. افراد یا سازمان‌هایی که در راه حل اختلافات بین ملت‌ها و قومیت‌ها و غیره در واقع فعالیت داشتن این جایزه رو میتونن بگیرن. و یکی دیگه سازمان‌های مدنی و فعالان اجتماعی هستند که در سازمان‌های غیر دولتی در واقع مسائلی مثل محیط زیست، مسائل زنان، آموزش و سایر زمینه‌ها فعالیت می‌کنند. بنابراین در یک نگاه ما دیدیم فعالیت‌هایی که شامل برندگان جایزه صلح نوبل میشه چی هست. حالا برندگان جایزه صلح نوبل در گذشته و دلایل اعطای اون در وبسایت کمیسیون نوبل اومده و در مدارک دیگه کمیسیون. من پیشنهادم اینه که اینا رو حتما بخونید چون بسیار جالبه که ببینیم چه کسی در گذشته برای چه فعالیتی در واقع برنده شده و به چه شکل معرفیش کردن. امروز اگر وبسایت نوبل رو ببینید در مورد نرگس محمدی می‌نویسه برنده جایزه نوبل 2023 نرگس محمدی برای مبارزه با ستم در ایران و مبارزه برای ارتقاء حقوق بشر و آزادی برای همه. بنابراین بهترین کار اینه که اگر میخوایم بپرسیم که چرا نرگس محمدی انتخاب شد به خود وبسایت کمیسیون نوبل برگردیم و اونجا میبینیم که دلایلش چی هست. این کمک میتونه به ما بکنه. من برندگان جایزه صلح نوبل در گذشته رو تیتروار میخونم ولی فکر میکنم تو پرسش و پاسخ لازم باشه به برخیش اشاره کنیم. اولا این جایزه به افراد و سازمان ها اهدا میشه. افراد که این فعالیت ها داشتن یا سازمان ها رو معمولا کمتر آشنا هستیم، مثلا سازمان ورلد فود پروگرام یا برنامه جهانی غذا برای مبارزه با گرسنگی و کمک به بهبود شرایط استقرار صلح و جلوگیری از استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی در سال 2020 این جایزه دید. یا سازمان پزشکان بدون مرز در 1999 که در بیش از 71 کشور جهان فعالیت داره برای پیشتازی در ارائه خدمات بشردوستانه و فعالیت در کشورهای متعدد این جایزه رو گرفت. بنابراین این جایزه در 2 کاتگوری اهدا میشه. تعداد نامزدهای جایزه صلح نوبل کاندیداها در سرتاسر جهان که از سرتاسر جهان کاندید شده بودند برای سال 2023 351 شخصیت بودند که از میان اونها 251 نفر شخصیت حقیقی بودند و 92 تا سازمان بودند و این رو بنابراین کاندیداهایی که نامزدهایی که برای جایزه امسال بودند در بین اشخاص 251 نفر بودند از جمله خانم نرگس محمدی. ویژگی دیگه که من دیدم در بحثایی که در فضای مجازی میشه هموطنان کمتر آشنا هستن شرایط معرفی کنندگان نامزد که چه کسانی میتونن نامزد معرفی کنن. این بسیار مهمه که ما بدونیم که کسایی که معرفی میکنن اشخاص عادی نیست، اشخاصی هستن که به یک شکلی در جوامع دموکراتیک اینها شناخته شده هستن، اعتباری دارن به لحاظ حالا ما وقتی بخونیم میبینیم و این افراد هستن که فقط میتونن نامزد معرفی کنن. اینها کیا هستن؟
اعضای مجلس‌های ملی و دولت‌های ملی، یعنی نمایندگان مجلس و اعضای کابینه و وزرا، رهبران فعلی کشورها یعنی رئیس جمهورها میتونن پیشنهاد دهنده باشن برای نامزد کردن یک نفر، اعضای دادگاه بین‌المللی دادگستری ICJ و دادگاه دائمی داوری در لاهه PCA، اعضای مؤسسه حقوق بین‌الملل، اعضای هیئت مدیره بین‌المللی لیگ زنان برای صلح و آزادی و اساتید برجسته دانشگاه‌ها، اساتید بازنشسته و رؤسای دانشگاه‌های معتبر. دیگه کسانی که قبلا جایزه صلح نوبل به اونها اهدا شده میتونن نامزد کننده نفرات جدید باشن و اعضای هیئت مدیره یه سازمان هایی که قبلا جایزه رو گرفتن و اعضای فعلی و سابق کمیته نوبل نروژ هم میتونن جز اینا باشن و مشاوران سابق کمیته نوبل هم میتونن نامزد معرفی کنن. بنابراین این 251 نفری که در سال 2023 به عنوان نامزد معرفی شدن از طرف یکی یا گروهی از این افراد بود. بنابراین هموطنانی سوال میکردن چرا از ایرانی ها کسی نبود که در واقع انتخاب کنه. کمیته نوبل اساسش بر این هست که این افراد در این کاتگوری ها میتونن معرفی کنن و افراد دیگه به ویژه از کشورهای دیکتاتور منش یا توتالیتر هیچ نماینده‌ای تعریف نشده که اونها بتونن فرض کن نماینده مجلسش بیاد و کسی رو نامزد کنه. این یک توضیح در مورد شرایط معرفی کنندگان. من اگر بخوام یک کاری رو که 2 سال 1 سال و نیم پیش بود در همین زمینه می‌خواستیم پیش بگیریم و یکی از زنان مبارز جامعه ایران رو معرفی کنیم، من و چند نفر از دوستان به چند تا از نمایندگان پارلمان کانادا مراجعه کردیم و اونها پیش استقبال کردن. کار به این شکل پیش رفت که قرار شد که چند نفر نماینده زن پارلمان کانادا رو هم بیان جزء اون گروه پیشنهاد دهنده و نهایتاً کار پیش رفت. در بررسی بعدی که انجام شد دوستان گفتن که به دلیل اینکه 20 سال قبل خانم شیرین عبادی یک زن مبارز دیگه ایرانی از ایران برای جایزه صلح نوبل انتخاب شده، شانس احتمال فرد دیگر زن دیگر کم هست و به این دلیل اون جمعی که باشون صحبت میکردیم در واقع پیشنهاد رو گفتن که شانسش کم هست و منتفیش کرد. یه نکته دیگر هم بگم، نام نامزد کنندگان و نامزدهای جایزه صلح نوبل به جز اونهایی که برنده این جایزه میشن برای 50 سال مخفی میمونه. من هم این رو دارم میگم به این خاطر که در واقع این منتفی شد. 2 سال 3 سال پیش ظاهرا آقای مکرون در یک موردی رو که ایشون هم جزو پیشنهاد دهندگان بوده در ملأ عام گفته بودن که بعداً مجبور به عذرخواهی شدن و از این کارشون عذر خواستن. بنابراین از 251 فردی که برای 2023 به جز خانم نرگس محمدی نامزد شده بودن، نام اون 250 تا رو شما هیچ جا نخواهید دید برای مدت 50 سال و نام در واقع انتخاب بررسی کنندگان رو هم شما جایی نخواهید دید. این توضیحات بیشتر بود برای مثلا سوالاتی که هموطنان دارن. یه حد دیگه هم که زده میشه بنابراین همه احسان محرمانه اینه که یکی از رقبای خانم نرگس محمدی برای جایزه 2023 احتمالاً آقای زلنسکی بوده، ولی به دلیل اینکه آقای زلنسکی هنوز در جنگ هستن، هرچند از در واقع دموکراسی و مبانی دموکراتیک دفاع میکنن، ولی چون در جنگ بودن یه مقداری با اون فلسفه پیشبرد صلح ممکن بود کانتروورسیال داشته باشه. به همین دلیل گفته میشه که ایشون در واقع نتونستن در مقابل ویژگی هایی که خانم نرگس محمدی داشتن در واقع چیز کنن و خانم نرگس محمدی انتخاب شد. یه سوال هست که آیا اعضای نروژی کمیته نوبل علنی هستند؟ بله، این 5 عضو
علنی هستن، در وبسایت و مدارک نوبل میتونید ببینید. اینها رو کمیته نوبل هستن و مسئولیت تمام عیار پروسه انتخاب با اینها هست. اینها و قبلی های نمایندگان قبلی کمیته نوبل برای مدت 130 سال این کمیته رو اداره کردند و نمایندگانی که انتخاب کردند مورد استقبال جهانیان قرار گرفته تا امروز تونستن این اعتبار رو کسب کنند که بزرگترین جایزه صلح نوبل در واقع جایزه صلح نوبل باشه. چیز دیگه که من بخوام بگم افراد دیگر رو میذارم برای بعد، و اگر هموطنانی فکر میکنن و مایل هستن که برای سال آینده فرض کن کسی رو معرفی کنن، پروسه کار همین هست که برن یکی از این شخصیتایی که در کاتگوری که من خوندم هستن رو ببینن، به اونها پیشنهاد کنن، بایوگرافی اون شخص رو بدن. بایوگرافی اون شخص در حدی باشه که جامعه جهانی بپذیره و ادوایزورهای کمیته و کمیته بپذیرن، و بعد که اون شخص یا اون گروه، مثلا یه گروه پارلمانی تو پارلمان انگلستان پذیرفتن، اون وقت تازه نامزدی و پروپوزال اون شخص رو ارائه میدن و تازه باید بره تو رقابت مثلا بین 300. این مراحل بخشی از مراحل هست. من در اون مقاله که آوردم پروسه زمانی در واقع اعطای جایزه از شروع بررسی در کمیته ها تا شورت لیست نام نامزدها، مثلا 351 نفر تبدیل شده فکر کنید اول به 100 تا، بعد شده 50 تا، بعد شده 20 تا، بعد شده 5 تا، بعد شده یکی. این اومده و یه بخش شایان توجهی که یه بخش عمده‌ای از زمانی که صرف میشه رو ادوایزری ریویو میگیره، شاید حدود 5 ماه، و این مرحله‌ای که لیست مانده به نهایی در واقع تهیه میشه و در آخرین مرحله نام شخص اعلام میشه و تمام این مراحل از جمله خود شخصی که برنده جایزه میشه تا آخرین روزها هیچ اطلاعی از این موضوع نداره و تمام این پروسه محرمانه. من فکر میکنم در همین جا این بخش رو ببندم، اگر تا بعد در سوالا بتونیم سوالاتی اگه هست بیشتر بهش بپردازیم. ممنونم از شما.